سلام بچه ها، به کانال دختر ما خوش اومدین. امروز اومدم با اتفاقات، داستانا یا خاطرات ترسناکی که امکانش هست برای شما یا برای من اتفاق بیفته. بریم که با هم این داستانا رو بشنویم. سلام، من احسانم و راستش نمیدونم چجوری باید شروع کنم. ولی این چیزی که برام اتفاق افتاده باید تعریف بشه. اون شب لعنتی توی اون خونه قدیمی انگار یه چیزی رو برای همیشه تو وجودم عوض کرد. شاید حتی الان که دارم اینو میگم هنوزم تو همون تاریکی گیر کردم. ماجرا اینجوری بود که یه شب زمستونی از اون شبای یخبند بود. من و چند تا از دوستام تصمیم گرفتیم بریم یه سر به خونه‌ای که همیشه ازش چیزای عجیب غریبی میشنویم بزنیم. خونه‌ای توی حاشیه شهر که هر کی رد میشد یه چیزی ازش میگفت. یکی میگفت صداهای عجیبی از تو شنیده میشه، یکی میگفت از پنجره‌هاش میتونیم سایه‌هایی رو ببینیم. راستش خودمونم هیچ وقت جرئت نکرده بودیم نزدیکش بشیم. ولی اون شب نمیدونم چی شد که هممون حس کردیم باید بریم. وقتی رسیدیم خونه دقیقاً همونی بود که تصورشو داشتم. یه ساختمون تاریک با یه در چوبی و کهنه که وقتی بازش کردیم صدای قیش قیش در مو به تنمون سیخ کرد. بوی خاک کنم توی هوا پیچیده بود. دیوارا گرد و خاک گرفته بود. سقف جوری بود که فکر می‌کردیم هر لحظه امکان داره بریزه روی سرمون. داخل که رفتیم سکوت محض بود. پله‌های چوبی به طبقه بالا می‌رفتن و ما بیخیال اون صداهای عجیبی که توی سرمون میگفت برگردین شدیم و به راهمون ادامه دادیم. ولی انگار به غیر از صدای قدم‌های خودمون یه صدای دیگه‌ای هم اونجا بود. رسیدیم به یه اتاق کوچیک با یه پنجره شکسته که نور کم رنگ ماه ازش میومد تو. روی میز کناری پنجره یه جعبه بود که انگار سالها بود کسی به اون جعبه دست نزده بود. وقتی در جعبه رو باز کردیم یه عکس داخل اون جعبه بود. یه عکس خانوادگی که انگار آدماش مستقیم زل زده بودن به ما. داشتم عکس رو برمیگردونم تو جعبه که یه دفعه صدای قدمایی از پشت سرم شنیدم. برگشتم ولی کسی نبود. فقط یه سایه تو گوشه اتاق حرکت میکرد. هنوز کامل به خودم نیومده بودم که در اتاق با یه صدای وحشتناک به هم کوبیده شد. پریدم سمت در ولی هرچی زور میزدم در باز نمیشد. توی اون تاریکی صدای خنده بلند شد. خنده‌ای که هنوزم وقتی بهش فکر میکنم مو به تنم سیخ میشه. انگار که اون خنده از خود تاریکی اومده بود. و این بار دیدم که چشمای آدمایی که توی اون عکس بودن مستقیما به من زل زده بودن. و بعد از اون عکس دیدن اون عکس بیهوش شدیم. وقتی که به هوش اومدیم هیچ کدوممون حرفی نزدیم. انگار زبونمون بند اومده بود. ولی یه چیزی که هیچ کس نفهمید این بود که ما هنوزم از اون شب رها نشدیم. انگار یه تیکه از ما توی خونه جا مونده بود. چون وقتی تاریکی تو رو ببینه هیچ وقت ولت نمیکنه. خب نمیدونم چی بگم. به نظر من هیچ وقت آدم نباید وارد چیزی بشه که ازش خبر نداره. مثلا یه اتفاق ماورطبیعی هم برات بیفته اطرافیانت نمیدونن که بعد چجوری از اون اتفاق بیای بیرون. خاطر همون به نظر من هیچ وقت وارد اینجور چیزا نشین. اگه میخواین حس هیجان داشته باشین، میخواین هیجان رو تجربه کنین، فیلم ببینین، کتاب بخونین، داستان ترسناک گوش کنین، ولی هیچ وقت وارد اینجور جاها، اینجور مکانایی که ناشناختن نشین، چون امکان داره دیگه هیچ وقت نتونین ازش بیاین بیرون. سلام. خاطره‌ای که میگم ممکنه زیاد ترسناک نباشه ولی واقعیه. چند سال قبل اوایل اینکه استخدام نیروی انتظامی شده بودم با همکارم در آزادراه مشغول گشتنی بودیم.
تاریکی مطلق بود. حدود ساعت 12:30 شب. مشغول گشتنی بودیم که یه مرد با سرعت از وسط جاده رد شد و رفت داخل زمین کشاورزی که کنار جاده بود. مشکوک شدیم و رفتیم طرف همون زمین و ماشین رو پارک کردیم. دوستم داخل ماشین بود و من پیاده شدم و چراغ قوه رو روشن کردم تا بهتر ببینم. در حین نگاه کردن حس وحشتناک سنگینی عجیبی داشتم. احساس میکردم اون منطقه بوی مرگ و جنازه میده. بعد از حدود 5 دقیقه همون مرد رو دیدم که پشت بوته ها پنهان شده بود. گفتم من پلیسم و ازش خواستم که بیاد بیرون، ولی اون مرد اعتنایی نکرد. کمی بعد نزدیکتر شدم و دستم رو گذاشتم روی شونش و تکونش دادم. در کمال ناباوری دیدم که اون مرد یخ کرده بود، انگار مرده بود سالهای سال. وقتی پزشکی قانونی رسید گفت این مرد حداقل 5 روزه که مرده، ولی من و همکارم رو دیدیم که از وسط جاده عبور کرده بود. انگار یه جورایی میخواسته که ما رو از وجود خودش آگاه کنه. سلام، من ارغوانم، 20 سالمه و ساکن شیرازم. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم دوستان کاملا واقعیت داره و اصلا نوشته ذهن و تخیلاتم نیست. این داستان برای برادر کوچکترم هست که اسمش علیسانه. دقیقاً مرداد ماه سال 1395 بود که ما از تبریز به خاطر شغل پدرم اومدیم شیراز و به خاطر شرایط ضروری که داشتیم و تایممون کم بود مجبور شدیم که از یه شهرک که شمال شیراز بود خونه بگیریم. وقتی پدرم برای قولنامه خونه رفته بود، املاکی به پدرم گفته بود که تقریبا 9 سالی میشه که این خونه خالیه و هیچ مستاجری اینجا نبوده و دقیقا 9 سال پیش صاحب این خونه مرده و پسراش کانادا و خب پول که از این خونه به دست می اومده اینقدر براشون ارزش نداشته و نفروختنش. پدر منم از اونجایی که تایمش خیلی محدود بود گفت برای 3 یا 4 ماه میخوایم و بعدش خونه بهتری رو میگیریم. 2 هفته بعد از قولنامه ما وارد اون خونه شدیم. شروع داستان تقریبا چند روزی میشد که ساکن اون خونه بودیم و همه چی عادی بود تا اینکه برادر کوچیکم که اون موقع 4 سال سن داشت شبها که هممون میخوابیدیم کاملا بی دلیل شروع به گریه میکرد. مامانم خیلی ازش سوال میکرد ولی اون همش میگفت که یکی داره اسممو صدا میزنه. مامانم اوایل گفت امکان داره که به خاطر جابجایی همچین اتفاقی براش بیفته و مامانم واقعا داشت اذیت میشد و همچنین ما. و خب از اونجایی که بابام به هیچ عنوان اعتقادی به دعانویس و غیره نداشت گفت بهتره برادرم رو پیش تراپیست کودک ببریم. تراپیست با مامانم تماس گرفته بود و میگفت که پسرتون هر سری چیزای جدیدی رو به من میگه و اون میگه که یه بار یکی میاد خونمون یا یه بار فقط صدا میزنه. خب مامانم نگران شده بود و با مادر بزرگم که تبریز بود تماس گرفت و به گفته های اون قرار شد که برادرم رو پیش دعانویس ببریم. مدتی که با اکثر دعانویس ها در ارتباط بودیم بیشترشون میگفتن چیزی نیست و امکان داره بعد قلق شده باشه، تا اینکه یه شب که تقریبا اوایل مهر ماه بود و پنجره ها رو باز میذاشتیم و میخوابیدیم، هولوش ساعت 2:30 بامداد بود که من از خواب بیدار شدم تا برم سرویس بهداشتی. متوجه شدم برادرم توی حیاط داره راه میره. من که خیلی ترسیدم و سریع مامانم رو بیدار کردم. مامانم که اومد سریع رفت دنبالش، ولی همین که به برادرم رسید تا بگیرتش برادرم کلاً از حال رفت و روی زمین افتاد. خیلی سریع آوردیمش داخل ولی اونجوری بود که انگار دور از جونش مرده بود. رنگش سفید بود، جوری که انگار روح از بدنش خارج شده باشه. مامانم داشت گریه میکرد و منم داشتم آیت الکرسی میخوندم. رنگ داداشم خیلی بهتر شد و انگار به حال اومد. صبح شد ولی انگار اصلا چیزی یادش نبود، اتفاقی نیفتاده بود. ولی خیلی داداشم کسل بود و ما از این موضوع واقعا ناراحت بودیم. تا اینکه بعد از ظهر بود و من با مامانم داشتیم توی آشپزخونه مربای به درست میکردیم و داداشم جلوی تلویزیون داشت کارتون میدید. همه چی خیلی خوب بود تا اینکه داداشم با یه جیغ خیلی وحشتناک شروع کرد به داد زدن و بلند میگفت پشت تلویزیون داره میاد. منم
از شدت ترس داشتم گریه میکردم. مامانم هم از شدت ناراحتی لباش خشک شده بود. مامانم شروع کرد خوندن سوره هایی که بلد بود و اون تقریبا آروم شد. وقتی کاملا آروم شد مامانم ازش پرسید که الیسان، مامان میگه چی دیدی که اینقدر جیغ زدی؟ داداشم چند لحظه حرف نزد و بعدش گفت مامان یه خانومی هست خیلی شبیه خاله نیلوفره، ولی یه بچه تو بغلشه که سر نداره و دست و پای بچه تکون میخوره. من و مامانم واقعا میترسیدیم چون اصلا چیز طبیعی نبود و مطمئن بودیم یه بچه کوچیکم دروغ نمیگه. حتی گاهن میشد داداشم تو خونه میزد تو سر خودش و جیغ میزد. اینقدر گریه میکرد و جیغ میزد که از حال میرفت، تا اینکه با کمک یکی از همسرهای همکار پدرم گفتن که یه فیروزآباد، یه شهر در استان فارس، یه رمال یا به اصطلاح دعانویس هستش که خیلی سریع متوجه اینجور چیزا میشه. ما هم چون راهی نداشتیم برادرم رو بردیم، ولی سریع تا وارد خونشون شدیم دعانویسه شروع کرد یه چیز رو بلند بلند خوندن، جوری که انگار داد میزد. داداشم هی چشمش سیاهی میرفت. نشستیم. آقای سرکتاب باز کرد و گفت که دقیقا بیشتر از 10 سال پیش داخل خونه‌ای که ساکن هستین به مناسبت عید قربان گوسفندی قربونی شده که همراه با سر گوسفند سر بچه جن یا از ما بهترون هم بریده شده که همون جن همزاد صاحب خونه است. ما همراه با ترسی که داشتیم از اون خونه اومدیم بیرون، ولی با چند تا دعایی که اون آقا داد و با اصولش انجام دادیم همه چی کاملا آروم شد. خیلی داستان عجیبی بود. همین. بریم سراغ داستان بعد. خب بچه ها، این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم خیلی خیلی عجیبه. بریم که این داستان رو گوش کنیم. داستان از اونجایی شروع میشه که عمه مادر من ماما بوده. بچه ها رو به دنیا می آورده. این کارها فقط برای از ما بهترون یا جن ها انجام میداده. حالا چجوری؟ کنار خونه عمه مادر من یه حمام خیلی قدیمیه، از اونایی که محل زندگی از ما بهترونه. عمه مادر من وضعیت مالیشون افتضاح بود، برای همینم با اونا قرار میذاره که هر زنی رو که در حال زایمانه این بره و بچه هاشون رو به دنیا بیاره. این عمه ما هر وقت بچه‌ای رو به دنیا می آورد با کیسه گنده طلا و جواهرات برمیگشت، تا اینکه یه روز دیگه خسته شده بود و میخواست که کلا دیگه باهاشون قطع ارتباط کنه. یه شب که شوهرش خونه نبوده میان در میزنن، بهش میگن بچه داره به دنیا میاد، بیا به دنیا بیارش. اینم میگه راستش دیگه من نمیخوام این کارو بکنم. اونا هم میگن نکن، پشیمون میشی، فایده ای نداره، اگه بچه هم بمیره تقصیر تو میشه. میگه به من ربطی نداره، در روشون میبنده. آقا اینا از اون شب اذیتاشون شروع میشه، به در و دیوار مش میزنن، شبا وسیله ها رو میشکونن. خلاصه یه وضعیت افتضاحی. آقا این عمه ما 3 تا پسر داشت. یه روز که اولین پسرش که 16 سالش بوده میره بیرون، این بچه رفت که دیگه برگرده. مگه برگشت؟ کل اون محله رو گشتن اما بچه‌ای در کار نبود. 3 روز میگذره از این ماجرا که یک روز در خونشون زده میشه. باز کردن در همانا و کله بریده بچه خودش رو هم دیدن همانا. انقدر جیغ میزنه و خودش رو میزنه تا قش میکنه. بدن بچه بیچاره رو کلن تیکه تیکه کرده بودن. تیکه بدنش هم یه روز در میون تحویلش میدادن. خلاصه این از بچه اول. بچه دوم که 10 سالش هم بود یه روز میره حمام خونشون، نه همون متروکه ها. آقا این 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت میشه بیرون نمیاد. عمه که در باز میکنه بخار زیادی هجوم میاره به سمت صورتش و بخار آب که میره کنار بدن سوخته بچهش رو میبینه. آب خیلی داغ بوده، مثل آب جوش. بچه هم پوستش سوخته بوده، قشنگ انگار این بچه آب شده بود، مثل بستنی. تمام پوستای بدنش کش میومد. خلاصه آقا بچه سومی هم که 6 سالش بوده میره بیرون و دیگه بر نمیگرده. نه جنازش میاد، نه سری، نه گوشی، نه دستی، هیچی. این عمه ما هم یه شب توی خواب سکته میکنه و میمیره و شوهرش هم از دوری مرگ زن و بچهش سکته میکنه و میمیره. گفتم بهتون خیلی داستان ترسناکی بود، مخصوصا اونجا که این بچه رو تیکه تیکه براش میفرستادن، یه روز سر یه روز پا دست. سلام خدمت همه دوستان عزیز.
ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به 40 سال قبل. این ماجرای واقعی و خیلی ترسناکه که برای مامانم اتفاق افتاده و هر وقت یادش میفته رنگش مثل گچ دیوار سفید میشه. خونه اونا قبلا توی روستا بوده و بعد از ازدواج به روستای بغل دستی نقل مکان میکنه. خونه‌ای که میرن یه خونه قدیمی و بزرگ بوده که حیاط بزرگ و بالکن خیلی قشنگی داشته. ولی مادرم میگفت اصلا حس خوبی به اونجا نداشتم و همش صداهای عجیب و غریب میشنیدم. میگذره تا مادرم داداش بزرگم رو حامل نمیشه. از وقتی که متوجه میشه حامل است، همش یه گربه سیاه میاد تو بالکن خونه و زل میزنه به مامانم. هرچی بیرونش میکنه و هر کاری میکنه از اونجا نمیره. صداهای عجیب بلندتر از قبل به گوش مادرم میرسه. یه روز است که مادرم تو اتاق نشسته و مشغول فرش بافتنه، یه سایه سیاه و بلند میاد پشت در که همراهش یه سوز سرمای عجیبی خونه رو فرا میگیره. جوری که تمام بدنش از سرما و ترس میلرزه. تو همین موقع بابام از راه میرسه و وقتی که مامانم میبینه که رنگش پریده و داره میلرزه میپرسه چی شده؟ مامانم ماجرا رو تعریف میکنه. با مادر بزرگم حرف میزنن و اون خونه دعانویس میبرن. دعانویس میگه یه زن همزاد داره. خیلی همزادش سخته. تنهاش نذارین تا موقع زایمان. مادر بزرگم و پدرم تا وقت زایمان تنهاش نمیذارن. داداشم که به دنیا میاد 20 روز میگذره. مادر بزرگم میره چشمه آب بیاره. بابامم که ماجرای همزاد فراموش میکنه و میره بیرون. مامانم تو اتاق نشسته بود و مشغول عوض کردن کهنه بچه بود و دوباره سایه سیاه میاد سراغش با همون سرمای شدید. ولی این دفعه خیلی عصبانی و با سرعت نزدیک میشه به مامانم. مامانم که سرش رو برمیگردونه میبینه یه موجود سیاه و بزرگ با کله شبیه گوسفند و بدن آدم با چشای پاره و پوره، بدنش موهای سیاه داره. به مامانم نگاه کرده. مادرم که وحشت میکنه میخواد جیغ بزنه. دستش رو بلند میکنه و محکم به صورتش سیلی میزنه. مامانم بیهوش میشه. وقتی به هوش میاد میبینه کل مردم ده رو سرش نشستن و دارن گریه میکنن. مردم ده دیگه امیدی نداشتن که زنده بمونه. مادرم زبون بسته بود و با اشاره دست سراغ داداشمو میگیره که مادر بزرگم میزنه زیر گریه. بابام میگفت وقتی برگشتم دیدم داداشت غرق خون تو قنداقش بوده و کمرش شکسته بوده. مادرم رنگش کبود شده. همه فکر کردن مرده، انگار کار خدا بوده که مامانم زنده بمونه. داداشم رو همون روز دفن میکنن و مادرم رو میبرن خونه مادر بزرگ مادریم. اونجا میرن سراغ دعانویس. میگه معجزه بوده که این زن زنده مونده. همزادش خیلی سخته و هیچ وقت بچه‌ای براش نمیذاره. بهتره بچه دار نشه چون ممکنه هم خودش و هم بچه از بین برن. براش تاس میذارن، یعنی این موجود قسم میدن که مادرم اذیت نکنه. براش دعا مینویسن که باید همیشه همراهش باشه. میگذره تا خواهر بزرگم رو دوباره باردار میشه. این دفعه بابام به هیچ عنوان تنهاش نمیذاره تا بچه به دنیا میاد. بچه که 2 ماهش میشه مادرم تو راهروی خونه همین موجود رو میبینه. همون سرما، همون سیاهی. مامانم خواهرم رو بغل میکنه. این دفعه بابام خون است. فوری متوجه میشه و با نان و نمک میفته و زانو میزنه و خدا رو صدا میزنه. موجود به مادرم نزدیک میشه. بابام نمیتونسته ببینتش. ولی مادرم و خواهرم میبینن و خواهرم از بس گریه میکنه و میلرزه که میخواد بیهوش بشه. مادرم دعایی که براش نوشتن و جلوی اون موجود میگیره و التماس میکنه باهاشون کاری نداشته باشه. یه دفعه در اتاق محکم باز میشه و یه صدای وحشتناک از اتاق بغلی میاد و همه جا آروم میشه. و بابام فوری میره میبینه چی شده. کل اتاق زیر و رو شده. فرشی که مادرم نصف بافته بود تیکه تیکه شده. انگار به همون رضایت نداده و 2 تا گاو و چند تا گوسفند هم کشته بود. همون لحظه میره و از اون روز به بعد مادرم دیگه اون موجود رو نمیبینه. ولی هر وقت یادش میفته وحشت میکنه و اون دعا رو همیشه با خودش نگه می‌داشته و همیشه اون دعا رو با خودش داره و میترسه اگه دعا گم بشه دوباره سر و کله اون موجود پیدا بشه. خب اینم از ویدیوی امروز. شما هم اگه داستانی، خاطره ترسناکی
اتفاقی که براتون عجیب غریبه ماورایی افتاده میتونین به آیدی اینستاگرامم پیام بدین یا زیر همین کامنت ها برام بنویسین که توی ویدیوی بعدی شاید برای شما هم اتفاق بیفته بخونمشون. و ممنون میشم اگه کانالمو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو ها میاد نگاهشون کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. مرسی که امشب همراه هم بودید.